سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من صدر MC هستم و امروز اومدیم با ویدیو خیلی خفن دیگه. امروز اومدیم بعد از مدت‌ها ادوارد بازی کنیم، سرور بزرگ های پیکسل، و امیدوارم که وین بشیم و بتونیم حداقل یه مچ رو ببریم و خیلی خوشحال میشیم. حتما کانال من ساب کنید، زنگوله بغلش فعال کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید. پس بزن بریم سراغ ادامه ویدیو. لیتس گو. خب دوستان، من یه بار بهتون میگم این که ما داریم در کنار این که داریم گیم پلی میدیم، من چالش فعال کردم و چالش اینه که ما هر دفعه که بمیریم آرمورای من بدبخت ریست میشه و از اول میاد و انگار آرمور گرفتن بیفایده است. آقا سریع گیمو خوب تموم کنیم که حداقل من چالش من یک آیتمی هم بمیده که به دردم میخوره. و بعد سعی کنم تو همین ویدیو کوئستای اسلام برم انجام بدم، به دردم خواهد خورد. خب سورپرایز. نتونستم، اشکال نداره، بلشو زدیم. پینگم بده 250. مثلا من رو چرا وقتی ویدیو نمیگیرم پینگ اصلا 220. هم 20 هم خیلی تاثیر داره، فکر نکنید که 20 ووید کنیم خودمونو چون میره بدم. اگه رو تو رو خدا نیا. ای بر اون پدر مادر تو سلامت. 4 HP بود. بابا این خیلی چیز کرده بود، وسیله داشت، من نتونستم بزنمش. ولی خب اشکال نداره، ما به جاش اراده قوی خود را هنوز داریم. یکم از من استک بشه، من یه آرمور بگیرم. آیا از اینکه وقتتون رو بیهوده هدر بدین خسته شدین؟ آیا میخواهید به اندوخته های خود اضافه کنید ولی نمیدونید چه ویدیویی نگاه کنید؟ چاره کار اینجاست. شما میتونید با ارسال عددی 1 زیر همین ویدیو از پکیج 100% تخفیفی صدر MC برخوردار شوید و میتونید تمام ویدیوها رو با تخفیف بسیار زیاد و رایگان نگاه کنید و به اندوخته‌های خود اضافه کنید و خیلی خوشحالش می‌کنید که حتما کانال رو دنبال کنید، زنگوله بغلش فعال کنید و تمامی ویدیوهاش هم لایک کنید. و اگه این کار نکنید میام سراغتون دوستان. کجا داری میری حیوان پلید؟ او من باید دعا کنم بیاد از اینجا رد شه. خب 2000 years later. یس جی به همین راحتی، نه کاری خاص بکنی نه چیزی دوستان. خواهی باید صبر کرد، اینو همیشه یادتون باشه، صبر. خب دوستان، مچ قبلی به زیبایی بردیم، حالا وایسیم به این مچ که انشالله ببریم. من خیلی خوشحالم که بالاخره اولین مچمو تونستم توی ویدیو تو هایپیکس
ببین بشم. خب این دیگه هم سخته این چالش. فهمیدیم اون چیز اونم چیزه. این اینویزیبل اینونتوری اسمش این چالش. و همطور که دیدین معلوم نیست چی دارم میخرم تقریبا. آره تقریبا که دقیقاً اصلا نمیدونم. باید وایسیم. خب ببین اینه. آها خب این تزوقات چیز خوبی گرفتم. هیچ چیز الکی نگرفتم. خدا رو شکر من وید شد. میخواستم مونواک بزنم نشد. مونواک نبوده ولی خب نزدیک بود. دیدین یه لحظه پینگم چقدر بد شد دوستان؟ اصلا نفهمیدم چی شد. به معنی واقعی اصلا ندیدم. خب ببین این خب چیز بدی گرفتم. یعنی بد نیستا ولی خب الان به درد ما نمیخوره. حال کردیم. اوی آها به همین زیبایی تونستیم بزنیمش. خب ببین الان این دونه ای توفت بوداتش. این چی بود؟ این چی من دارم میگیرم؟ آها تبر بود. خب گند زدیم با این خریدام. چیگه خدایا کمک کن که من این مچ رو وین بشه. ببین نزدیک بود که به درک واصل شم. همین الان نرو فرار نکن. ببین نگرفتم جنگی باشم و سریع برم بزنم بدشو. خب نه کجایی تو الان؟ اگه اینجا پله پله ای نبود خیلی بهتر بود. وولم ندارم. میدونی یعنی بنزد پای سرشم؟ آی تو رو خدا بدم نزن. من واقعا ناراحت میشم. بدم زدیم من. ببین نمیتونستم هیچ جوری جلوش وایستم. دارم فشار میخورم فقط. خیلی بد داجی. ممکن بود ببرم ولی خب همین خراب کرد. دوستان خیلی خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو تماشا کردید و حتما کانال من دنبال کنید، زنگوله بغلش رو فعال کنید و این ویدیو رو هم لایک کنید. و تا ویدیو بعد فعلا بدرود.